میگی از خدام وسط یه جنگل توی کلبه کوچیک زندگی کنم. تو وسط جنگل، کنترل تلویزیون 3 قدم باد فاصله داره، 3 روز داری فکر میکنی چجوری ورش دارم. دستشویی فرنگی 2 ساعت خراب میشه، تا 2 ماه واسه زانوات میری فیزیوتراپی. اونی که وسط جنگل زندگی میکنه روزی یه خروار هیزم میشکنه، تو تبر رو بد نشون بدن کف دست تاول میزنه. تو شیر بلدی بدوشی وسط جنگل؟ تا بری اون زیر گاوه میگه ببخشید داداش یه لحظه بیا بالا. میای میگه جانم، میگه اگه هدفت شیر دوشیدن نیست بفرد. عزیزم واسه جفتمون زشته. برو عزیزم، برو دنبال شر نگرد تو جنگل، برو قربون.